حجت یه خاطره میخوام برات بگم. حجت یه روز یه دختره میخواست بیاد با خلاص این از صبح 1000 تا داستان سرم کرد. آقا من بیام و بعد بیام مثلا نمیدم و اینا. بعد اصلا قرارم نبود با من اوکی بشه. حجت با دوستم قرار بود اوکی بشه. خلاصه این 10 بار کنسل کرد، هی اوکی کرد، هی گفت میام نمیام، بیام نمیدم. خیلی تاکید داشت که بیام نمیدم. گوش میکنی حجت؟ بعد این اومد و باغ و دید و چون و باخت داد. چون و باخت داد و بعد صبح، حالا از صبح که میخواست بره هی تکست داد به من که آره فلاینا. رفتیم. بعد که رفتیم هی تکست میداد دوستت از من خوشش اومد، دوستت اوکی بود، ناراحت نشد از من، نظرشو میشه بپرسی؟ منم گفتم آخه کسکش، مگه من نظر دادن تو رو باید از اون بپرسم؟ خلاصه این همون آدمی بود که قرار نبود بده. بعدش هم میگفت مثلا شاید ما از هم خوشمون نیاد. انقدر پیگیری کرد. بعد دوستم همونجا که این از باغ اومده بود بیرون کلا بلاکش کرده بود، هم از اینستا هم از تلفن. هی میگفت چرا منو بلاک کرده؟ تو منو به این معرفی کردی، این کارماش تو رو میگیره. گفتم عزیزم تو رابطه شاید هر مشکلی داشتی، به من چه؟ حجت الان مقصر کیه؟ الان کی داده؟ اونی که داده.